بستنی دراکولا، چیزی که من امروز رفتم سوپری و پیداش کردم. امیدوارم خوشمزه باشه، چون که وایسی بیاد نشون بدم. یه لحظه نگاه کنین، این روش عکس لولوخانو داره و یه چیزی که توی بستنیه که یه چیز قرمزیه دیگه. خلاصه امروز قراره این بستنی رو تستش کنیم و 1 تا 10 بهش نمره بدیم. باز نمیشه. بستنی سیاه که توش زرشکه یه طعم ترشی داره. بذار از توش هم بخورم. یه بستنی ترش و خوشمزه است. من میگم ارزش امتحانو داره و ارزش این که چند بار بخرین و تستش کنین هم داره. در کل 9.5 از 10. بستنی خیلی خوبیه به نظر من. بیاد بافت توش هم بهتون نشون بدم. نگاه، این یه چیز ترشی توش داره، این هم ترشه. بعد این سیاهه روچش بستن رو اون قرمزه. خیلی چیز باحالیه ولی نمیدونم چه ربطی به دراکولا داره. این که به دراکولا ربط داره یا نه رو من نمیدونم، ولی مطمئنم ربط نداره. خوشمزه است. امتحان کنید. لایک، کامنت، سابسکرایب هم فراموش نشه. دارم میبینم کامنت نمیذارین. بعضیا کامنت بذارین.